مراسم فراغت محصلین انستیتوت انرژی و آب کابل با حضور مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی برگزار شد. در این دوره فراغت 66 نفر از رشته عمومی برق از بخش شبانه انستیتوت انرژی و آب فارغ شدند. سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید که دانش آموختگان انستیتوت انرژی و آب با استعداد هستند و اکثریت آنان پس از فراغت جذب کار میشوند. آقای شهامت میگوید که در افغانستان مشکل بیکاری نیست، بلکه چالش نبود نیروی ماهر است. مشکل افغانستان بیکاری نیست. تنها 17,000 فرد ماهر مثل عینک فعلا لیست طلب کرده. 17,000 زیاد است. کانال قوشتپه با تکمیل شدن از او به هزاران فرد ماهر نیاز داره. جاده های ریلی ما و شما فعلا نیاز شدید به افراد ماهر داره. استخراج معادن ما و شما نیاز شدید به افراد ماهر داره. آمر انستیتوت انرژی و آب کابل نیز میگویند که زمینه کار برای اکثریت فارغان فراهم می شود و گفته او حتی یکی از محصلین انستیتوت انرژی و آب پیش از فراغت در امتحان استخدامی شرکت برشنا کامیاب و جذب کار شده است. دغه فارغ زده کړهلان چې نن اوس تاسو د فراغت ناسته ګورئ په دې کې داسې یو ځوان موږ لرو چې په 3,000 کسانو کې په برېښنا ریاست کې امتحان ورکړی کامیاب شوی. هلته ورته ویلي دي چې زه فارغ یم. کله چې د څخه اسناد غوښتي دي دا موږ ته راغلو چې زه خامر سه فارغ نه یم، په 3,000 کسانو کې کامیاب شویم. فارغان انستیتوت انرژی و آب کابل هم میگویند که آنان طی 2 سال مهارت‌های لازم را آموختند و توانایی کار در تمام بخش‌های برق و انرژی را دارند. ما خو شکر الحمدلله قبل از اینکه فارغ شوم در بین 3,000 نفر در ریاست کابل برشنا توانستم که راه پیدا کنم. از بین 3,000 نفر در بین امتحان تحریری و تقریری در بخش جکشن 7 توانستم که وظیفه ایفا کنم و همچنان فعلا کارمند رسمی برشنا تقریبا 12 روز میشه که مقرر شد.